دومین شات از اولین ولاگی که خودم توش حرف میزنم. چقدر جدیده برام. آقا شروع کنیم. من میخوام برم باشگاه. گفتم برام حاضر میشم یه تیکه از این ولاگی که دوست داشتم بگیرم و که برای هفتگی و ایناست بگیرم. خیلی نوعه برام ولی دوست دارم، خوشم آمد دیگه از این کار. خیلی الان میخوام حاضر شم برم باشگاه. امروز پا دارم و روزایی که پا دارم بسه اذیتیه. نظر سنگین تر میزنم برم سرویس میشه، ولی من صورت میریم. بعد شلوارک برای روز پا از همه بهتره. راحت دامن حرکتی و کامل داری. از لگ تو روز پا خستم. کش خیش امروز از صبح که بیدار شدم هیچ کاری نکردم. فقط زخمشم فیلم دیدم. صبحونه خوردم نشستم فیلم دیدم. اصلا بدنم نمیکشید حرکت کنم. بشینم استراحت کنم. ولی مود حرکت نیستم. گیرن من داریم. اینو اینجوری میپیچونیم. این یه تیکی این پایینش که میمونه اینجوری میکنیم. اینجوری میشه پرفکت میمونه. خیلی هم اینجوری سفت موها رو نمیکشه. خب من دیگه برم میبینم. اساس خیلی ساده است. موزه رو روش توان زمینی می‌ریزن می‌ذارن گردو، ولی یه جوری رو موزه می‌ریزن که خیلی خوب میشه، خیلی خوب در میاد. خب آقا کتابی که شروع کردم بخوندن خیلی وقتم نیست، در حد 3-4 روز شروع کردم. اینه 1001 شبه. ترجمه عبداللطیف تسوجی هم هست. حالا من تسوجی یا چی درست هم میخونم میشنم. خیلی قطوره. من ترجیح میدادم مثلا تیکه تیکه میبود، مثلا هر 100 شب توی یک مجموعه میومد. بیادرم متن سنگین تری داره، یعنی فارسی روون نیست. یه سری جمله ها رو وقتی میخونی باید تو ذهنت فعل و فاعل و اینا رو جابجا کنی تا بتونی یک جمله فارسی روون از توش در بیاری. ولی سرگرم کننده است، به طرز عجیبی سرگرم کننده است. چپترها به شب تبدیل شدن، یعنی هر شب تقریبا یک چپتره که توی هر شب 2 الی 3 داستان گفته میشه. و جالب اینه که آخرین داستان هر شب پایانش تو اون شب نیست، پایانش تو شب بعدیه. و برای اینکه ببینی ته داستان چی میشه مجبوری شب بعدی رو بخونی. بعد ته شب بعدی یه اتفاق میفته، دوباره تو باید شب بعدی رو بخونی. همینجور هی پشت هم تو رو ترغیب میکنه که بیشتر بخونی. من تا اینجا خوشم اومده. من فکر کنم 7 یا 8 شب خوندم. مثلا این سنگین بودنش اذیت میکنه منو. خیلی جابجاییش سخته. چون من یادتی دارم مثلا میرم بیرون، میرم کافه رستوران خودم تنها کتاب میبرم میخونم حتما. اینو نمیشه برد. مثلا تو چه کیف باید کوله ببری با خودت اینو بذاری توش. مثلا اون متنش میگم ذره سنگینه، بقیه چیزاش خوبه. ولی خب من چون خیلی شب ازش نخوندم
به خاطر همین چیزی نمیگم در موردش، تا همینجا برای من جذاب بوده. اگر خواستید بخرینش اول برید توی کتابخونه، یه چند تا شب اول بخونین. شبا خیلی طولانی نیست، مثلا میگم در حد 2-3 تا داستان کوتاهه. یه چند تا شب بخونین ببینین خوشتون میاد یا نه. بعدم سعی کنید ترجمه سبکتر بگیرید، فارسی روون بگیرید. یه ذره فارسی درهم برهمش قدیمیش یه ذره اذیت کننده است. در کل فعلا خوبه. باشگاه گفتم وقتش نهار درست کنم برم پیاز خورد کنیم. خوب چطورین آقا؟ همه چی خوب؟ من میخوام با پیاز و مرغ و اینا نهار درست کنم قبل اینکه برم باشگاه. برگردن یک عالمه کار دارم. من دارم بعد باشگاه تازه غذا درست کنم. هزار درست بریم به سمت باشگاه. خیلی ولی گرمه. فرشته جایی هست ادرس که دی پراجکت توشه. من خیلی دوست دارم، خیلی توش فضای خوبی داره، هم بر عکاسی هم بر با دوستاتون میخوایم برین و اینا. مثلا گرون هست الکی به خاطر سیس جاش، ولی خوشگله. ضد آفتاب بزنم. انقدر این چند وقت گفتن انقدر عشق بالاست، انقدر همه چی خرابه. ضد آفتاب بزنید، ضد آفتاب بزنید. مثلا برق شدم، ولی یادشون رفته هر سال همینه. هر سال تهران همین آب هواست، همه گرمه، همه اشعه است. فقط مردم یاد میگیرن چجوری از اپلیکیشن ودر استفاده کنن. همین ضد آفتاب از عدد و در همه دارن میگن بزنید. پوست بدبخت هیچ کاری نکرده. بزنید خدا. نمیخوام خیلی ترمپیچر سنگین بزنم، ولی در از استیلادر میزنم. نمیخوام زیاد بزنم. اپلیکاتورش رو گم کردم، من چه با ته براش. من از اول جهانیان کانسیلر تارت میزنم، شیپ تیپ خداست. من روتین داره سنگینه ها، ولی من همیشه اول با براش همه چی رو میزنم، بعد با اسپانج مثلا حالت فیکساتور میزنم. فیکساتور هم اکثرا با این بیکم رو اکثرا با اسپانج میزنم. الان هوا گرمه، قشنگ بیک بزنی. خب من خط چشمم کشیدم، امیدوارم شبیه هم باشه دیگه. خیلی تلاشم کردم تای کار. من سابقم تو ریمل نزدم افتضاحه، یعنی همیشه فرموژه رو میزنم، میگم خب ریمل آخرش میزنم که مثلا موژه‌ام فرش هم موقع، بعد همون موقعی که من خونه میرم بیرون یا
یادم میره که بعد میرم بخورم ببرم نزدی هنوز، ولی 90% مواقع یادم میره. خب من روژگونه میخوام مثل تابستونی تر باشه. پس یکی این روژگونه ارگزم مایه نارسه، خیلی خوش رنگه، من عاشقشم. یکی هم این هایلایتره است که خیلی صورتیه، زرم طلایی توش داره، اصلا نمیدونم مال چه برندیه، مال 1000 سال پیشم هست ولی خیلی باحالیه، من خیلی دوستش دارم. آقا دوستش دارم خیلی خوشگله. خیلی خوب شد، من خیلی دوستش دارم. خب از اونجایی که برام اومد تا برم این جنگل رو خوش کنم، بلکه میشم صاف خوبش کنم. کلا خوب شد. برایشم دوست دارم. موهامم تمام، ساعتم 5:20 است. من بذارم گوشیم 20 دقیقه شارژ شه، موهامم میخوام گوجه کنم اون پایین انجام بدم، بعدم برم. خیلی دیره، کیفیت افتضاحه ولی همچنان من اصرار دارم که ولاگو بگیرم. ولاگو از گوشی سارا ادامه میدیم به خاطر اینکه من جا نداره گوشی. بله سلام، چه خبر؟ انقدر عکس میره ماشاءالله. آبرو خودمون رو اینجا بردیم، یعنی ما رو دیگه اینجا راه نمیدن، اینقدر ما عکس گرفتیم. این یارو خیلی بد نگاه میکنه، رد میشه. بد داره نگاه کنه. ما عکسای قشنگ گرفتیم، بد نگاه کنه. چیکار کنم؟ ببین از اون موقع ما یه قهوه خوردیم، کل کافه رو به فنا دادیم. یه چای دو تا نه، یعنی به خاطر یه کافی مثلا دوخ آبلی. این یه ماشین نمک دوره آب نارگیلش بود، دوخ آبلی نارگیل و نانو 1000 میلیارد تومن داده پول نارگیل. خوشمزه. بچه من بیرون اومدم دارم له میشم ولی خیلی بهم خوش گذشته. برف شدم و خستگی. الان میخوام آرشم پاک کنم و یه تیکه تا صبح بخوابم. یه تیکه. فردا روز استراحته، هیچ کاری ندارم. خیلی شکر دیگه. شبتون بخیر. امروز فردای دیروزه که دیروز اصلا حوصله ولاگ گرفتن نداشتم. اصلا یه روزی بود که فقط رو تخت بودم. احتمالاً ظهر بریم مسابقه امیر محمد رو ببینیم. همین.